سلام، من فرشته هستم و اینجا آزمایشگاه داده است. امروز قرار روی کتابخانه مطبوعات تمرین بکنیم و در واقع تابع رسم بکنیم. سوالمون اینه، گفته کدام گزینه به درستی منحنی تابع F در بازه 0 تا 5 رو نشون میده؟ اینم تابع F. خب اول جوپیتر نوتبوکمون رو باز میکنیم. نیو نوتبوک. خب سلکت توابعمون رو ایمپورت، کتابخانه هامون رو ایمپورت میکنیم. پانداس از پی دی ایمپورت، نامپای از ان پی ایمپورت، متپلاتلیب دات پایپلات از PLT shift enter. خب حالا ما قراره این تابع رو رسم بکنیم دیگه. خب پس اول میریم این تابع رو تعریف میکنیم. def f x دو نقطه اینتر. خب return تابعمون رو اینجا می نویسیم. np دات تبو میزنم، میاد سینوس. خب نوشته سینوس 1 به علاوه ای به توان. خب پس اینجا میشه 1 به علاوه ای به توان میشه np دات exp. این میشه ای به توان، تو پرانتزش می‌نویسیم به توان چی؟ نمیشه منفی x به توان 2، پس میشه منفی x به توان 2. این میشه تابعمون. درسته؟ اینتر میزنیم دوتا که کلا از تابع خارج شه. حالا باید به xمون نقطه بدیم دیگه. گفته نقاطش بین 0 تا 5. پس میگیم x مساویه با np دات lineal space تبو میزنم. خب اینجا ما بهش میگیم از چه بازه‌ای از 0 تا 5 چند تا نقطه، 100 تا نقطه تصادفی رو انتخاب کنه. خب اینتر ایگرگمون میشه چی؟ میشه اف اون ایکسا، اف این ایکسا. درسته؟ حالا میخوام تابع رو رسم کنه دیگه. میشه PLT، یعنی این تابع این کتابخانه متپلاتی رو دارم صدا میزنم. PLT دات پلات X Y شیفت اینتر. میشه این شکلش، در واقع میشه A. من فرشته هستم و اینجا آزمایشگاه داده است.